در سر قبر قرآن خواندن مستحب است. برای این سخن دلیل داریم. حدیث‌های مرفوع صحیح، حدیث‌های موقوف به صحابی صحیح، ده ها حدیث ضعیفه که اگر در مجموع بگیریش لااقل در یک جایگی حسن غیری می شود. اما همون شخص‌های مدعیه که میگن در سر قبر قرآن خواندن بدعت است، نخوانه و مکروه، یگان دلیل ندارن کثافت ها. مردم را که دلیل دارن گپزنی نمیمونند. برای چی؟ ایلی تنبلی مون خش نداریم که همون دلیل را از یاد کنیم، در ذهن بگیریم، لااقل از مذهب خود دفاع کرده بتونیم. حالا اون که این قرائتی در سر قبر فقط در مذهب حنفی نه، در نزد اهل سنت و الجماعه، در 4 مذهب اهل سنت و الجماعه امر مستحب است. اینجوری شک نداره. از میان یعنی علما فقط احمد ابن حنبل در ابتدا این مکروه میگفت است. مکروه میگفت است قرائت سر قبر. حتی ابن قیم جوزیه در کتاب الروح در روایت را آورده است که میگه در یک جنازه احمد ابن حنبل رحمه الله اشتراک میکرد در بغداد. یک خوری نابینا اومد و 6 قرائت شروع کرد، یاسین میخوند. و این میگه بسیار ناراحت شد، خیز گفت یا هذا انها بدعه، فلان سر قبر بدعت است، نخوان. بعد میگه همونطور از قبرستان برون. ابن قدامه شاگردش میگه از قفاش اومد گفت حضرت الله نسبت مبشر چی فکر دارید؟ این مبشر یکی از راویای حدیث است، یکی از راویای بخاری و مسلم است. گفت مبشر ثقه است. او از مبشر روایت داری؟ استاد چه پرسید؟ بله دارم. گفت این مبشر روایت میکنه از عبدالرحمن از پدرش یعلا از پدرش ولید لجلاج صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم که حضرت گفت که همون ابو خالد لجلاج میگه وصیت کرد فرزنداشم وقتی که من مردم برای مرا لحد بکنید. قبر در همون زمان دل نبود، خیلی که در دوری خدمو هستن. قبری رستکی به شقش میگن و قبری شامی به لحدور. حضرت همون لحدور را دوست میداشت خیلی پیغمبر. اما صحابیاش هم سعی میکردن که لحدور بکنن جای امکان داره. حضرت میگه اللحد لنا و شق لغیرنا. لحد برای ما است، شق برای غیر ما. اما خیلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبرش لحد داره. میگه که اذا انا مت فالحدونی، وقتی من مردم میگه لحدم بکنید. و میگه که فاذا دفنتمونی فشنوا علی تراب شن، وقتی موندنم در اون لحد خاک در بلوم چپک کنید. واقرأوا عند رأسی بفاتحة الكتاب و عند قدمی باخریین من البقره. در نزد سر میگه فاتحه را بخونید. فاتحه سوره الحمد، در نزد قدمان 2 آیه اخیر سوره بقره. احمد بن حنبل میگه گفت که برای همون نوبینو را قرائت شده و دادن بگیرن. بعد از او احمد بن حنبل هم گفته است که قرائت در سر قبر مستحب است. همین 4 امام اهل حق داره، 4 امام مثلا 4 مذهب حق. در همین 4 مذهب حق قرائت در سر قبر مستحب است. ولی با چی دعوا دارن؟ میگن امام اعظم ابو حنیفه مکروه گفته است. امام اعظم ابو حنیفه مکروه گفته است. اصلا بگیرید همون گپ امام اعظم ابو حنیفه را خیلی صاحبای مذهب تعیین میکنن، میگن مکروه که یعنی که حضرت امام اعظم ابو حنیفه گفته است که قرآن یعنی که همون مصحف خطیب بگیری و قبرستان بری و در سر قبر روی کلی بخونی، یعنی کراهیت داره. مصحف پاک جوش قبرستان نیست. با تعبیر دیگه میگن امام اعظم ابو حنیفه نماز خواندن در قبرستان مکروه گفته است. قرائت قرآن فقط در داخل نماز فرض است. در غیر قرآن هیچ در غیر نماز فرض نیست. یعنی که نماز خواندن در قبرستان کراهیت داره میگه امام اعظم ابو حنیفه. نه اینکه قرائت در بالای سر مرده مکروه باشه. و ثانیاً قول امام اعظم ابو حنیفه ولی مذهب امام اعظم نمیشه. حضرت در اون مسائلی که با شاگردای خودش اختلاف داره، اون مسائل اختلافی را
با سه حصه تقسیم میکنن. ای سه ده حصهش ده فتوا و قول امام اعظم ابو حنیفه است. هم مسئله اختلافی داره. جایی ده که مثلا قول امام اعظم با قول شاگرداش موافقت نمیکنه. ای سه ده حصه 66% با فایده امام اعظم حل شده است. نه که ای سه حصهش ده فتوا با قول امام نه با قول شاگرداش است. امام اعظم ابو حنیفه میگه که اگر نماز با فارسی را بخونی درست میشه. در صورتی که امامان فتوا دادن که نه، قرآن فقط معنا نیست، قرآن لفظ هم است. این قرآن به همین زمان به همین لفظ از جانب پروردگار منزل است. برای همین اگر لفظ شکی نخوندی قرائت درست نمیشه. فتوا به قول امامان نه. حتی میگن امام اعظم ابو حنیفه بعدا از این قولش رجوع هم کردن. امام اعظم ابو حنیفه میگه در وقت نماز اگر همین بنید در وقت سجده برسه کفایه است. اگر پیشونی را که نرسه نماز درست میشه. در صورتی که امامان میگن که نه، پیشونی ای اصل پیشونی ای رسوندن به سنت ای، رسوندن پیشونی فرض. اگر به شرط پیشونی نرسید نماز درست نمیشه. فتوا به قول امامان. امام اعظم ابو حنیفه میگه که شفق بیاض سفیدی که بعد گوشیدن سرخی پیدا میشه. در صورتی که امامان میگن که نه، شفق حمراء، شفق اون سرخی که بعد ششتن هفته میشه اون فتوا به قول امام اعظم ابو حنیفه. حتی عبید الله ابن مسعود خدا رحمتش کنه صاحب مختصر الوقایه و شرح الوقایه بسیار بسیار معتقد پیروی سختی حضرت امام اعظم ابو حنیفه. همون جایی که فتوا بر ضد قول امام اعظم است میگه و به یفتو، ولی در این مختصر الوقایه و شرح الوقایه و کجای اگر همین قول دیده که و به یفتو معنی جمعی که همیشه با قول امامان فتوا داده شده گیاد، با قول امام اعظم ابو حنیفه نه. چرا مذهب میگیم؟ برای که اصول این مذهب ابو حنیفه مطرح کرده گیاد. کسی موافق همین اصول که کار کرد او حنفی است. اما قول امام اعظم ابو حنیفه بود دیگه. در همون 33% مسائل اختلافی فتوا با قول شاگرداش داده شده گیاد. یکی از همون قولای اختلافی اگر تعلیل نکنیم صراحت هم بگیریم این همین مسئله. در زمان حضرت امام اعظم ابو حنیفه کلی محدث و خیلی زیاد نبودن. کتاب موطأ ولی پره چاپ نشده بود. همین که امام مالک چاپش کرده است که این کارو بعدتر شد. همون خاطر انسان که شاید اگر روایتک براش نرسیده باشه. اما در مذهب برای چی میگیم مذهب امام اعظم ابو حنیفه؟ هر کسی که موافق اصول یعنی حضرت فتوا داده است، همون مقصد در مذهب امام اعظم ابو حنیفه. ولی که باز میگم که این فقط مذهب امام نه، در 4 مذهب اهل سنت و جماعت امر مستحب است. در امام طبرانی در کتاب المعجم الکبیرش آورده است از همین ابن لجلوج حدیث رقم 491 حرف لام ده در معجم کبیر امام طبرانی. همه راویاش راویای بخاری و مسلم هست. این جای شک تردید نداره. این حدیث صحیح است. اینا مثلا قرائت سر قبر، این همین فاتحه و 2 آیه اخیر سوره بقره را خوندن. همچنین حدیث صحیح موقوف داریم، موقوف به صحابی از حضرت عبدالله ابن عمر روایت است. پسر حضرت عمر فرزندای خچه وصیت کرد گو وقت مردم در بالای قبر سوره فاتحه و 2 آیه اخیر سوره بقره را بخونند. در یک جا ابن عمر هم با پیغمبر نسبتش داده است. او روایت ضعیف است. نه که انمی روایتش که فرزنداش وصیت میکنه که در بالای قبرم بخونه گپی خودش، اینا در مصنف ابن ابی شیبه به اسناد صحیح روایت شده. این شک نداره. اینا هم حدیث مرفوع صحیح داره، هم حدیث موقوف به صحابی. اگه این حدیثایی که ضعف دارند او قصدش بگید. حضرت میگه اقرأوا یاسین علی موتاکم، یاسین بالای مرده ها تا بخونید. امام بیهقی در شعب الایمان آورده استش. امام حاکم در المستدرک علی صحیحین آورده در روایت. در جامع السنن امام ترمذی همین سوره ملک، سوره تبارکی که در سر قبر خدمت میخونه، این همین را حضرت توصیه کرد. گفت هی المانع عن عذاب القبر. این سوره منع کننده عذاب قبر است. این سوره شافیه است، سوره شفاعت کننده است. هر روز قیامت سایش شفاعت بکنه.
ببینید اما حقیقتا اسنادش ضعف داره. برای چی من ایران آورده؟ برای اسنادش ضعف داره. نه که اون حدیثی اگر ضعیف هم باشه، ضعیفی مقصد که مجعول نباشه، حدیثی موضوع نباشه، ضعیفی موضوع متروک نباشه، ضعیفی واه نباشه، در فضایل اعمال استفادهش ببرن اون را. حالا که با چند روایت، با چند طرق وقتی یک حدیث روایت میکنن دیگه جای شک شبهه نمیمونه. خدا رحمتش کنه بدرالدین عینی رحمه الله در همین شرح عمدة القاری، شرح صحیح بخاریش ده ها حدیث آورده با روایت صحابه گوناگون که من دخل المقابر فقرأ یاسین خفف الله عنه یومئذ. هر کس داخل قبرستان میشوه و سوره یاسین را میخواند، در همون حالت خدای تعالی برای مرده ها را علاقه یک تخفیف حاصل میکنه، یک سبکی میده. یا حدیث های که صراحتا بیان میکنن قرائت قرآن، یا اصلا حدیث های صحیحی که دلالت به همین میکنن، اگر چند صریح هم نباشن اما صحیح هستن.